سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 31 اوگوست همراه شما. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح دوشنبه با یک سفر کاری به شهر کӯлоб رفت و آرامگاه میر سید علی حمدانی را زیارت کرد. در تاجیکستان امسال 700 سالگی حمدانی یکی از دانشمندان معروف اسلام را تجلیل می‌کنند و به مناسبت این جشن آثارخانه نزدی آرامگاه و گنبدهای مقبره میر سید علی حمدانی را بازسازی کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در مراسم گشایش رسمی حوض بزرگ آببازی و خوابگاه کالج ملیسا و اداره انداز در شهر کӯлоб شرکت کرد. ساکنان کӯلоб گفتند که برای سفر رئیس جمهور به شهر تمام راه و بازار و دکان‌های کӯلоб را بستند و این کار زندگی مردم را مشکل کرده است. گروهی از ساکنان شهر وحدت با نشان نارضایتی از لطوکوب یک ساکن این شهر از طرف ماموران ملیسا در نزد شفاخانه شهر جمع آمدند. نزدیکان عمر باباجانوف میگویند این ساکن 23 ساله ناحیه را ماموران ملیسا برای ریش داشتنش لطوکوب کردند، هرچند مقامات انتظام این گفته ها را رد میکنند. پسر من گفتم بچه خیلی ریش داشت، گفتم ریش تبلیغی گفت که تمام میمورم ریش من نمیگیرم. برای بریش بودن که مایمش کده گرد یکم گناه نداشت. آخر یک بچه ها باید آره میخود نه نشا میزد نه آره هیچ کار نمیکرد و نماز هم میخوند یا آره خدا داشت اختگیر که باید ماست بود. نزدیکان عمر همچنین به رادیو آزادی گفتند شام 28 اوگوست ماموران ملیسا عمر را زدند و عین زمان او در شفاخانه شهری وحدت معالجه میگیرد. یکی از رفیقان عمر باباجانوف گفته است که گروه از ماموران ملیسا آنها را در مرکز وحدت دستگیر کردند، به شعبه امور داخلی بردند و لطوکوب کردند. بنا به گزارشات طی چند ماه اخیر مقامات انتظامی تاجیکستان از جوانانی که ریش دراز دارند طلب میکنند یا ریششان را کوتاه کنند یا بگیرند. رهبران ҳизби коммунисти тоҷикистон мегӯянд иддаои баъзе аз расонаҳои давлатӣ дар бораи кам шудани обрӯву эътибори ин ҳизб дар ҷомеа асос надорад ва коммунистҳо дар тоҷикистон ҳамчунон тарафдорӣ зиёд доранд. исмоил талбаков, муовини раиси ҳизби коммунист, рӯзи 31 август ба радиои озодӣ гуфт мақолаҳои пай дар пай дар матбуоти давлатӣ дар бораи кам шудани нуфузи коммунистҳо ақидаи афроди алоҳида ва иддаои подарҳавост. مقامات تاجیکستان میگویند مرزبانان ازبکستان 4 چوپان تاجیک و هزاران سر از چاروای آنها را روز 3 اوگوست آزاد کردند و به کشور برگرداندند. در این باره رستم قهارف رئیس جماعت اماندره ناحیه پنجکند روز 31 اوگوست به رادیوی آزادی خبر داد. همه مولم جواب دادم و چوپانم جواب دادم که جواب گفتشونی که درای گفتشونی آوردند. همه مولا فامیلی اون پرابلم نیست. مرزبانان ازبکستان 4 چوپان از روستاهای میکته و غریبک ناحیه پنجکند را روز 23 اوگوست با بیشتر از 2700 بوز و گوسفندشان در یکی از منطقه‌های مرزی دستگیر کردند و به قلمرو کشور همسایه بردند. بعد از گفت‌وشنود نمایندگان دو کشور مقامات ازبکستان اجازه دادند چوپان‌های تاجیک به کشور برگردند. رهایی چوپان‌های تاجیک با مالشان از ازبکستان احیانا صورت می‌گیرد، چون در گذشته ازبکستان چند چوپان را برای عبور غیر قانونی سرحد زندانی کرده است و چاروای آنها را نیز مصادره کردند. سفیر ایران در تاجیکستان میگوید تعمیر و ترمیم نقب استقلال حدود 70% انجام شد و در نظر است تا 2 ماه دیگر این نقب مورد بهره برداری کامل قرار بگیرد. در این باره حجت الله فغانی در یک نشست خبری در دوشنبه روز 31 اوگوست صحبت کرد. اون بحث تهویه و روشنایی هم از اول جزء این قرارداد نبوده، یعنی به عهده ما از اول نبوده. اگر دولت تاجیکستان علاقه‌مند باشه و از ما بخواد مسئولیت اجرای روشنایی و تهویه‌اش رو به عهده میگیره. دیپلمات‌های ایرانی همچنین در نشستی خبری گفتند کمیته امداد خمینی به آسیب دیدگان فلاکت‌های طبیعی در ولایت بدخشان و رشت کمک خیریه می‌رساند. در بازارهای شهر دوشنبه آخری هفته گذشته نمایشگاه عسل و خربوزه برگزار شد که در این نمایشگاه‌ها کشاورزان ناحیه‌های شرقی تاجیکستان محصولات خود را به فروش گذاشتند. از جمله در یکی از نمایشگاه‌ها در بازار موسوم به قریه بالا در دوشنبه 10 تن عسل و خربوزه از ناحیه‌های فیض‌آباد، راغون، نورآباد، جرگتال و غرب به فروش گذاشته شد و به گفته مقامات قیمت این محصولات نظر به قیمت‌ها در مغازه و فروشگاه‌ها ارزان‌تر بوده است.
با گفته کشاورزان و زنبور پروران تاجیکستان این گونه نمایشگاه‌ها برای افزایش استحصال خربزه و عسل در تاجیکستان و فروش این محصولات مساعدت می‌کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.